салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ ба таваҷҷӯҳи шумо романи теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 23. پس از 14 سال آوازه ناگهانی پیدا شدن ولی گمگشته بار دیگر ده را به پا خیزاند. همه کسا زن و مرد پیر و جوان به دیدن ولی ناگهان غیب زده و ناگهان پیدا شده می رفتند. ما یک گروه جوانان همسین و سال ولی که هنگام چکلکبانی ولی را در لب جری کفترگذر گم کرده بودیم به سوی خانه ولی اینا که در بین دیه بود تاختیم. حولی تنگک پر از مرد و زن بود. مادر ولی پهلوی پسری پیدا شدهش، جوانی برکمال و قدرتی خوشنما، اشک می ریخت و سر و روی او را با دستانش می پلماسید و شکر می گفت و تنها یک کلمه را تکرار می کرد: معجزه، معجزه. مادر البته صحت و سلامت بعد 14 سال پیدا شدن پسرش را در نظر داشت. حق و همسایه ها به ایست می پرسیدند و سوال بارانش می کردند که اینقدر وقت در کجا بود و با کی می زیست، چی خورد و چی می پوشید. ولی که کرته و ازار و جیلک سفید تازه بطن و برخلاف ما همسالانش به سر سله سفید کلان هم داشت، آرام و خاموش بود. تنها به مردم جمع شدن می نگریست و خلاص. راستی گپ ما جوانان همسین و سالش نمی دانستیم که او ولی بود یا ولی نبود. ولی وی بعد پراکنده شدن اهل دیه هر یکی ما همسالانش را با لقب و نشانه های زمان کودکیمان نام گرفت. ولی به پرسیش های بی آخر ما تنها همین قدر می گفت: من را پری ها به پس کوه قاف برده کسبه یاد داده بخشی کردند. من آدمانی جنوره و از ترس دیوانه شده را صحت کرده می توانم. اولین امتحان ولی در نزد اهل دیه در حوله خودشان گذشت. جوان شکارچی شب در کوه مانده و دیوانه شده را از دیه همسایه به نزدش آورده بودند. ولی بیمار را با دایره دفع کسبوی از پس کوه قاف با خود آوردهش پریخانی نمود. بعد با بیلهای در کنده علاو تصفانیده سوپ سرخ نموده اش جن براری کرد. بخشی بیل تصفیده را اول خودش لیسید، از بیل جزز کرده صدا برآمد. سپس با ذکر نامی پریهایش آن را به کفهای لوچ پایهای بیمار با ضربه زده یک نفس بیل را چسباند که از پای بیمار دودی غلیظ خیست. این کار را چند بار با جمله های برای مردم نافهما و تکرار نام های زیاده که به هر نام کلمه پری هم علاوه می شد بلند بعضم با غضب تکرار می کرد. مردم تماشاچی به حیرت افتاده بود که چی طور زبانی بخشی از لیسیدن بلی آتشین نسوخت و کفهای پای بیمار که دود برآورده بودند آبیله نکرد. حتی بعضی ها به بیمار نزدیک شده کفهای پایهایش را دست رسانیده دیدند که در حقیقت آبیله نیست. برعکس بیماری که ساعت پیشتر آرامی نداشت و دو بزبله او را در جایش به زور نگاه می داشتند تسکین یافته خوابش برده بود. 3 روز طعام روغنی نخورد، 1 هفته تنها نگذارید، 1 سال از روغنی زرد پرهیز کند، تأکید نمود بخشی به صاحبان بیمار. 2 هفته پس جوان شفا یافته مادگاوی گسلداری را برای بخشی تحفه آورده و دست پیشی بر بخشی بابا 1 پیاله چای ما را هم گیرید گویان ولی را به خانه اش به مهمانی دعوت می نماید. پس از این حادثه ولی را همه خرد و کلان دیه بابای ولی یا بخشش بابا می گفتگی شدند. آوازه این بخشی غیر عادی به همه جا پهن گردید. اکنون او را کار افتاده ها به جایهای دور به ینگی بازار و حصار هم می بردند. بابای ولی تا آخر عمرش کار ثواب می کرد.
وی پریوره و جنیار شده های بسیار را تبابت کرد. این خیل بخشی دیگر پیدا نمی شود. باره در کدام یک معرکه‌ای که خودی ولی نبوده است، کسی برای احترام او را ملا ولی نام برده است. پس از معرکه ولی همان کسی گفتگی را آدم فرستاده به نزدش آورانیده تأکید نموده است: دیگر مرا ملا نگوی، من ملا نیستم، من بخشی هستم. مردم بعد این درباره ولی بسیار با احتیاط گپ میزدگی شدند. همه گپ و حادثه را پریهایش به وی خبر میدهند، میگفتند حتی ما جوره های همسین و سالی دوره های چکلکبانیش هم اکنون بسیار با احترام بابای ولی میگفتیم. خیر، این بابای ولیتان یگان مرید یا شاگردی نداشت که کارش را دوام دهد؟ پرسیده بود آن وقت صیاد از پدرش. شاکر گفتگی یک یاردمچی بلسرخ کنک داشت که بعدی سری بخشی دایره پریخانی بابای ولی را به میراث گرفته بود و دعوا میکرد که دعا و دست پیر گرفته است از بخشش بابایش. ولی بعدی طبابت اولین بیمار مثل که او را زمین فرو برده باشد یک بار غیب زد. دیگر کسی نه نامش را شنید و نه بشره خنوکش را دید. شاید او را هم پریها به پس کوه قاف برده باشند. نه، وی از جزا ترسیده گریخته بود. همه گوشت و پوستی کفی پایهای بیمار به بیلی سرخ کرده شاکی چسبیده، بیمار به زم دیوانگی داشتهش مجروحی یک عمره هم شده مانده است. خیالات خوش ایامی بچگی صیاد را اندک آرام نموده بود. چشمانش آهسته آهسته پوشیده شدند و غنبش برد. از هیاهوی زیاد صیاد را واهمه زیر کرده بود. دویده رفته خود را به ازدحام آدمان حلقه ایستاده زد. اینجا چی گپ؟ جان حولی پرسید. بخشیبانی، آهسته و زیر لب پاسخ داد نفره و با سر به مابین دوره اشاره معنی دارانه کرده باز پیچی راست زد. یک جوان دیوانه را جنبراری میکنند. باورش نمی آمد آنچه را که صیاد با چشمی سر میدید. در بین ازدحام مردی دیو صورتی سفید پوشی یک بری دامانی یک کش برزده که ریشی تنوک و درازی زردگون داشت، بیلی در علنگه آتشی که به وی نزدیک شدن دشوار بود تصفانده سوپ سرخ کرده شده را اول بروی خود نزدیک برده دمی آن را با زبانش لیسید. بیل جززس صدا داده دود برآورد. بعد با ازدحامی او را حلقوار پیچانیده روی آورد. با چشمانی نیم پوش با ازدحام نزدیک شده مثل شتر مست کف از دهان پاس داده و فریاد میزد: دست رسانده بینید، این چشمبندی نیست، این حقیقت است. کسی باور نمی کند بیل را به دست گرفته مثل من به زبان زند. گویان بیل تصفان را بروی هر یک نفر نزدیک می برد. آدمان هراسیده پوشناکی می رفتند. دوره وسیع می شد. صیاد دید که دو مرد حضر در میان جای دوره جوانی تخمیناً 30 ساله ای را که هرزگویی می کرد و هر یک کسی به نظرش ناجانموده را دشنام‌های قبیح می داد روی پلاس از کتفانش به زمین پخش نموده بودند. دو نفر دیگر پایهای بابند مثل کینش بستش را از زمین نیم متر بلندتر داشته می ایستادند. مردی بیل به دست از ازدحام روی گردانیده به سوی جوان خوابانده شده تاخته: ساز پری، سفید پری، سرخ پری، گول پری، دیدار پری، یادگار پری، بیدار پری، هوشیار پری، هور پری، نور پری، یا پیری پری ها با 366 پری معکل جن ملعون بیگانه را از جسم و جان این بنده خدا بیرون گردانید. گویان بیل تصفان سرخ را به کف پای جوان جنوره چنان زد که از این ضربه چون تارسکی صدا برآمده از کف پا دود به هوا برخاست. ولی جوانی به زمین خوابیده اوف هم نگفت، برعکس از فیغان مان. مردم در حیرت افتاده دست
به گریبان بردن. مورید یاردمچیش بیل دیگری در آتش سرخ سوده را به او دراز کرد. مرد سفید پوش بیل را عوض نموده باز هم اول بیل سوپ سرخ را بروی دهانش نزدیک برده آن را از یک برج تا برج دیگرش لیسید که از بیل فغانه دود به هوا خیست. سپس بیل را به کف پای دیگری بیمار با ذکر نامهای پریها مثل دفعه اول پخش نمود. جوان جینوره که پس از این دو ضربه بیل‌های تصفان به خود آمده بود از مقاومت مانده هرزه و دشنام و تنگویی‌هایش را بس کرد. با اشاره بخشی بند را از پایهایش باز نمودند و آن دو مرد هوزربی او را به زمین پشت کننده از کتفانش بیمار را برداشته به پای راست گذاشتند. جوان مثل کسی نو از خواب بیدار شده در اطرافش ازدحام آدمان را دیده حیران به آنها می نگریست. ولی افزای بخشی دیگرگون گشته بود. با چشمانی از کاسه‌خانه سر بیرون جسته فریاد می زد: بیل سرخ، تیزتر جنی از بدن بیمار برآمده نجات نیابد. وی در بین آدمان پنهان شده نیست. آن وی در زیر بغل جوان قامت بلند خود را جای نموده به او اثر کرده نیست. بیل سرخ را بیار. یاردمچی موریدی بلعجبی پکنه صورتش که کله از هم زیاد کلان و گردنی باریکی دراز داشته، دندانهای چون میخی زرد خورده، سیاهی کجل بوجلی از دهانش برآمده اش قریب به بینی شنگک مانندش میرسیدن، مهگویان بیلی نو از علنگه آتش بیرون کشیده را با دستانی غیر عادی کوتاهش دراز کرد. بخشی با یک چالاکی به خودش خاص آن را گرفته گاه میلیسید و گاه به چپ و راست تاب میداد و با نعره دهشت آور سوی ازدحام تاخت. مردم در تلواسه جان رو به گریز نهادند. در این چسب و تلاش ها صیاد از همه خفا مانده بود. بخشی به او رسیده: انا به تو لندهود، گویان با بیل به تخت پشت صیاد سخت فراورد. از این ضربه بیل سوزان از دهان صیاد یک دست آتش چون از دودکش پیچکه بیرون جست. وی با تمام قوت داد زد. این لحظه دستی قوی او را سخت تکان داد. چشم کشانده بالای سرش پیکر دیوانندی اکول را دید که خم شده با تعجب برای او می نگریست. خیر و خیریت است مشتری صاحب؟ مگم خوی دهشت زادیدی که بگیری پلیس افتادی؟ نیم شوخی و نیم جدی با شیوه کابولی پرسید اکولا. نخی، با همان شیوه و با همان آهنگ جواب داد صیاد. کاش که پلیس می بود، بگیری بخشی افتاده ایم. دیگه عرق سر و رویش را به دست روی مالی وسط تازه کرده ایستاده گفت: بخشی کیست؟ پرسید اکولا. از پلیس هم بدتر. پلیس تو فنگچه دارد. بخشی بیلی در آتش تصفانیده که به آن به تخت پوشتت با تمام قوه می زند. اکولا چیزی نفهمیده کتفانش را در هم کشید. و تو در حساباتت در این خصوص چیزی ننوشتی کو؟ گفت. تو حسابات را کی خوندی؟ هنگامی که تو تاب و تست داشتی و با کیمکی ها دستگیریبان و کشمکش می کردی. کدام نام های نافهما را به زبان می آوردی. خیر، چرا زودتر مرا از شنگال این خوابی پردهشت نجات ندادی؟ فهمیدن میخواستم که باز چی ها میگویی. خیر، چی فهمیدی؟ علایی و سفتته های بسیار که به دردی من نمیخورد. تو گمان داشتی که من دیده و شنیده های سفر را میلخم و تو آنها را با حسابات مقایسه میکنی. تو چی به من باور نداری؟ فراموش نکن اکولا، من در درس های پسیکولوژی ایوان ایوانویچ علاخان بودم کو و چطور از مینه بیرون کردن جزئیات های مخفی کار را
قبل از خواب. خیلی خوب میدانم، رنجیده خاطر گفت صیاد. تو فراموش کردی که در خصوص باور کردن و باور نکردن ایوان ایوانویچ چی میگفت؟ بجایی به سوالهای صیاد جواب دادن، سوال داد اکولا. تنها به مرگ باور کردن ممکن، وای حقیقت است و روزی میرسد، میگفت ایوان ایوانویچ، دیگر به همه چیز و به همه کس، حتی به نزدیکترین کست هم به نظر شپه نگریستن لازم، به خصوص در کار ما. آفرین، پس چی جای تعجب؟ خیز، زود باش، گرمابه تیار، ریش پیشت را تازه تراش، موی لبها را با عکسی در نزد آینه بوده مانند کن. دوام صحبت سر میز نهاری، امر کرد اکولا. عجب زمانه، دانشجویی که مدت بیچاره حالانه در کورس آمادگی به تو زبان و خط فارسی می آموخت، حالا به آدابانه صدا بلند کرده سرت امر می کنده. زیر لب غرغر کنان به حمام در آمد صیاد هنوز نمی دانست که این دانشجوی بیچاره حال را رهبریت کورس نه برای آموزش و تکمیل خط و زبان، بلکه برای آموختن خصلت و اراده و مفکوره صیاد وابسته کرده بودند. صیاد برابری به حمام سر در آوردن، چشمش به عکس خودش افتاد که در بر آینه چسبیده می ایستاد. این از جمله آن عکس هایی بود در کورس آمادگی مخصوص گیرانده بودند. سلام براتن، تو چخیل پیش از من رسیده آمده ای؟ به عکس خود نگریسته گفت با صدای بلند. اکولا که سچاق و صابون و رشته راشک در دست از پس صیاد می آمد، سراسیمه از در کله کشیده، تو با کی گپ زده ایستاده ای؟ پرسید تشویش آمیز. با میستر بین، به عکس پهلوی آینه اشاره کرده گفت. اکولا دید که صیاد دور دراز به عکس خود نگاه کرده ایستاده است. ای میستر بین، وقتی شخویت را یافتی تیزتر برا که کار بسیار و وقت تنگ است، گفته در حمام را پوشیده رفت. بازگشت. اکولا روی میز چند ورق کاغذ و خاکستردان و چخماق را بالایش گذاشته با اشاره به آنها تا آمدن من تیار شو، من بعد از یگان ساعت می آیم، گفت به صیاد پس از رفتن اکولا زیر لب غرندید. بی تربیه، مثل که تنها یک خودش با فهم باشد، خاکستردان و چخماق را به پیشت می گذارد، می زند که بعد شناس شدن اینها را سوزاندن لازم. وی ورقها را به دست گرفت. دستور عمل و حالنامه نوش. خیر، دستور عمل معلوم، تأمین بی خطری راهی بازگشت. آن را با دقت از نظر گذرانیده کنار گذاشت. چی میخوانی؟ پارساله، همش از روی یک قالبی معین، آن چیزی که ایوان ایوانویچ قریب در هر درس یادرس می نمود. اینش نویگری، از منی بیچاره باز کی ساخته باشند. از دل گذرانیده حالنامه نوش را به خود با آواز بلند به خواندن سر کرد. آسیم جلالی، زاده کارته پروان، فعلا مسکون شهر کابل، 33 ساله، تحصیلات عالی، فارغ التحصیلی دانشگاه زراعت رشته اقتصاد، پس از ختم دانشگاه کارمند سازمان جوانان بوده، بعداً در وزارت اقتصاد همچون مأمور و پس آن مدیر مالی کار و فعالیت داشتم. 1 سال است که کارمندی سرمیاش هلال احمر می باشم. مسئول حالتی بود و باش گریزه های اجباری افغان در مناطق سرحدات پاکستان هستم. همسرم ملاله نیکبخت تحصیلات ابتدایی داشته، جای کار نمی کنه. 2 دانه فرزند دارم، دخترچم سمیه 5 ساله و بچم بزرگ مهری 2 ساله. قبلگاهم جهانگیر جلالی دگروالی تقاودی وزارت امور داخلی بود. 6 ماه قبل از عالم درگذشته. ما به یک سفر خدمتی به خاطر آگاهی از وضع بود و باش گریزه های افغان که فعلا در مناطق آمین آباد هستند آمدیم دیگه. صیاد چند بار دیگر حالنامه نوش را زیر لب خواند، بعد خود را به تکیه راحت کرسی پرتافت و با چشمان پوشیده آن را تکرار می کرد. چون از اکولا درک نشد، باز ساعت به همین منوال گذرانید. نهایت
دلتنگ شده از جای برخاست. شنونده های عزیز، شما رمانی تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 23